از روسیه через قرغیزستان گражданин روسیه هم باشد میشود، یک وینای هم باشد، دو وینای گражданин روسیه هم باشد میشود، گражданин تاجیکستان هم باشد میشود. السلام علیکم. برای برادرانی که از تاجیکستان через قرغیزستان روسیه رفتنیان، فقط گражданин روسیه شدیسته. بعد نرخ ارزانترینش через пересадка هستک از بیشکک یا که از اوش استانبول پریده. در استانبول пересадка نمی فرامده سراز دیگر سمایلوت میشننده جداد نمیکنن. از بیشکک مثال بیشکک استانبول، استانبول مسکو 17,000 18,000. از اوش باشد مثال 20,000 تا 24,000 قیمتش. فقط گражданин روسیه РВП داشته باشه، вид на жительство داشته باشن یا که основание داشته باشن через قرغیزستان نمیتونن. فقط прямой рейс این برادرها. اگر که گражданин روسیه باشن مرحمت راه ارزان ترینش حاضر به مسکو через пересадка هست. برای برادرانی که از روسیه через اوش به تاجیکستان رفتنیان، مثال از مسکو اوش نرخ بلیط 11,000 با گشت خطی. از سنت پترزبورگ یکاترینبورگ прямой рейс 16,400. سنت پترزبورگ مسکو، مسکو اوش یا که یکاترینبورگ مسکو، مسکو اوش пересадкашон 2 ساعت اینش 14,000 میشود. از نوسیبیرسک без багажش یعنی که 10 کیلو رشنای باشه 9,500 9,000 پلوس багаж کشید 12,000 میشود. و باز از دیگر شهرها هم هستند، مثل کازان، سامارا و دیگر شهرها مثل کراسنایارسک، کراسنودار و هر شهری که باشد نرخ‌های ارزان یافته میتونید. مرحمت مراجعت کنید انشالله که از همه وریانت ارزان به شما پیشنهاد میکنیم. بعدا هر شخصیتی که بلیط دارن و تاکسی در کار دارن برای ما با بروقتی زنگ نزنین 3 روز 4 روز 5 روز پیش. در این ایرپورت تاکسی ما 24 ساعت هست. فقط از همون شهری که میپرین، خود از مسکو باشد، خود از یکاترینبورگ، خود از نوسیبیرسک، از هر کجایی که میپرین پیش از پریدنتون 1 ساعت یا 2 ساعت پیش از پریدنتون با ما زنگ زنین. ما تاکسی را میگیم شما را از ایرپورت وسرچه کرده تو گرانیتسا را میبره. از روسیه через قرغیزستان گражданин روسیه هم باشد میشود، یک وینای هم باشد، دو وینای گражданин روسیه هم باشد میشود، گражданин تاجیکستان هم باشد میشود.